اثر میگفت که کلش میشکنه دلیلشون هم همون حدیثی که روایت میکنن اصلا این روایت ابن عباس هست. اگر حدیثش بگیم حدیثی موقوف به ابن عباس میشه که حضرت گفت که الفطر مما دخل ولیس مما خرج، یعنی که فطر افطار حاصل میشه، شکستن روزه حاصل میشه با چیزی که داخل میشه. از بس که میگن داخل میشه روزه را میشکنه، اما اکثر محققا گفتن که نه نمیشکنه. اینا میگن که از بس که از منفذ طبیعی نمیدرویه، از روح پوست میدرویه، منفذ طبیعی نیست که روح پوست، و همین خاطر روزه را نمیشکنه. اینا تصور کنه که آدم در رمضان اگر آبوزی کنه البته بدنت سرد میشه بکو، همین پوست آدم یک خاصیت داره که نمیره بکشه، یا که در بدن آدم بیمار وقتی که روغن میشکه مز میشکه بدن امورا میکشه کو، اما با این روزا فاسد نمیشه، برای این منفذ طبیعی نیست. از جمله شیخ محمود شلتوت شیخ ازهر همه ادعاش هم همین بود که اصلا تزریق امپول روزه را نمیشکنه، هر کدوش که نباشه مطلق نمیشکنه گفته است. آخه اگر این بگیریم دیگه همه حکمت و فلسفه روزه گم میشه. غرض از روزه ماه شریف رمضان امتحانی بنده ای که نه خره و نه مقصد نه آشامه چیزی و امتحان میکنه خدای تعالی. آخه اگر بگیم که اصلا هیچ نمودش نمیشکنه، بوی بچه‌های اصلا که یک سیستم میگیرن هر روزه همه گلوکوزا اصلا که هیچ رم نخورن، در قصه خوردن هم نیستن، چکم خوش روسته هیچ به تشویش هم نمیشه. اون که روزه مقصد از روزه همین امتحانه، خدای تعالی امتحان میکنه بنده باشه. با هم خاطر بهتر اون است که بگیم که هر اوکولی که ونوتری میشش نیایی در مشت اوکول میشه و در گوشت اوکول میشه و او روزه را فاسد نمیکنه، اگر چند ویتامین هم باشه. و هر اوکولی که در وین نمیشه و ونوتری وین نی او روزه را فاسد میکنه، اگر چند آنتی بیوتیک هم باشه. برای همین به هر منفذ طبیعی که چیزی را فرو برده البته او در داخل استفاده میشه، ابرابات کم میشه و جگر داده میشه، بعد امون رو خون نمیره واقعی خون میشه خون نمیره. وقتی که به واسطه در امون رنگ خونگذار که میفرستی امون دارو این بخوی نخوی تاثیر خیلی داره. بعضی میگن که اگر گلوکوز نباشه دیگهش میشوه، همین گپا غلط هست. همین اوکول گرمه که آنتی بیوتیک بزنن ببین ای تمام بدن تا علوم میبره گویا به واسطه حسش میکنی، یا اونم دوپینگویی که میزنن خون را بی تمام بدن به درجه فعال میکنه که الهی توبه به واسطه ای. همین خاطر همین قول صحیح در اوکول همی است که هر اوکولی که ونوتری میشش نیایی در گوشت کرده میشه و او روزه را فاسد میکنه، چه روزه را فاسد نمیکنه. اما هر کدومش که ونوتری وینیان در وینه به واسطه اوکول میکنن او روزه را فاسد میکنه. اینا میخیره میگم که این مسئله جنجالی است، ولی هم کتابای فتاوای متأخر حنفی را ببینیم جنجال و دعواش خیلی زیاد است. فقه معاصر بله حضرت همین برنامه باودا گفتی راسیا میرم بود دایم رمضان راسیا میرم میتونم که هم دندون بکنم با برام مقصد دندون مقصد چیکنم کندن دندون اگر در حلق یگون دارو و دوون هر و روزه را فاسد نمیکنه. اما اوکول هم اگر چند در دروی دهن ای ونوتری میشش نیایی دمش سای برام او روزه را فاسد نمیکنه. برام بکنه بحث و یگون اشکال نداره. مسواک حضرت جان وقتی مسواک میزنید او شقت میکنه. مسواک چوبه بعضی گفتن اگر مسواک چوبی نه باشه میشکنه برای که دوره واسه دوره، اما همین قولی اصحش همی که مسواک چوب اصلا روزه را فاسد نمیکنه. برای حضرت صلی الله علیه و سلم در رمضان هم مسواک میزد است. مسواک زدن مستحب هم است. اگر مسواک گفتن غرض اون مسواک چوبی سنتی باشه در رمضان هم ان شاء الله در طول روز مسواک زدن دهن خشخش کردن مستحبه در مذهب. اما اگر غرض از مسواک زبنای پسته و شدکش باشه کراهیت داره، به خاطر اون که هر پسته نباشه یا لذت یا مزه داره. بعضیش کلوبنیش نیان، بعضیش میات دارن میات نیان، همون مزه که هسته مقصد که وقتی هم مزه را در دهنت بچشی به ضرورت کراهیت داره. برای بهتر است که زبنای پسته استفاده نکنی، اما مسواک چوب استفاده بودن در طول روز ان شاء الله نور علی نور است.
شوتکا وقت دولت میگه شوتکا خیلی میشه گیره شوتکای زونه شوتکا خاطی او به پاستا میشوا و اکه او شوتکا اویش که پشمی طبیعی داره بسیار نودیر میشوا کمای یو بسیارش صنعیان خولیبود میشه که سری دندون نماش میپره یا برای دندون رو ایلاتی میگی انه که او مسواک شوب او طبیعی ای او چوبای او ای درخت میشوا ای بتا انا او خطیتری اینشولو ورای دندون هم با قوت میزید ای نظر کبیر هم بسیار فایده منفعه آره اون رمضان رو بود ماچا بودن ماچا مدینه دو هم من به و صحبه و من والا اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خداوند ایشون فیض موریا نعمت بسیار بی‌بهایی را در این ماه شریف رمضان اعطا فرموده است پسرچه دار شده است و خوشنودی و شادی پسرچه هم الحمدلله محفل عقیقه سنتی را برگزار داره و هم انشالله محفل افطاری روزه ماه شریف رمضان خداوند مصطفی جان از جمیع بلا و گزنده حفظ کنه و به همین نام بزرگ سزاوار عالمی با عمل حافظ قرآن خادم شریعت غرای محمدی به کمال رسانه و پروردگار به خاطر همت اهل این خاندان به خاطر احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر قدوم این طفلک معصوم به خاطر بزرگی این ماه شریف فیض برکات و خیرات و حسنات چه در این منزل و در این محفل و در این محله و این دیار خاصتا در خاندان برادرایی که شرکت کننده های محفل خیر هستند نازل فرماید آمین. واقعا عجب ماهی بزرگ است ماه شریف رمضان این ماهی است که خداوند در رحمت چه بروی بنده ها باز کرده است همین انشالله هر کسی صدقا چیزی طلب کنه خداوند هرگز دعای او را ضایع نمیگذاره البته به مرادش میرسونه واقعا این ماهی است که درهای رحمت پروردگار بازند درهای آسمان طبق حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز هستند درهای دوزخ بسته شدگیند این ماهی هست که خدای تعالی امکانات وافر را برای بنده های مؤمنش داده است خدا رحمت کنه حضرت مولوی را میگه ماه رمضان اومد ای ماه قمر سیما بر بند سری سفره بکشای رهی بالا ای برادر عزیز ای مسلمانی که خدای تعالی تو را قمر سیما خلق کرده است در ماه شریف رمضان سفره را بند دسترخوان پیچون یک گوشهک دمون بکشای رهی بالا را باز کن حدیث حضرت عتبه ابن فرقد رضی الله تعالی عنه صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم است که حضرت تاکید کرد فی رمضان تفتح فیه ابواب السماء و تغلق فیه ابواب النار و یصفد کل شیطان مرید در ماه شریف رمضان درهای آسمان گشوده می شوند بازند یعنی دعاها به واسطه اجابت می شوند درهای دوزخ به امر پروردگار بسته می شوند و همه شیطان های ضرر رسان شیطان هایی که به انسان یگان زیان و ضرر می رسونند به امر پروردگار هم از زنجیر پیش می گردند و یصفد کل شیطان مرید و ینادی منادین کل لیلتین هر شب تا دمیدن صبح میگه به امر پروردگار یک منادی ندا میکنه یا طالب الخیر هلم ای طلب کننده کار خیر شتاب کن و یا طالب الشر امسک ای طلب کننده کار بد پشت دسترت بگی احتیاط کن لااقل به خاطر همین ماه پرهیز کن از محرمات پروردگار ببینه بکشای رهی بالا را تو بکشا این فرصت غنیمت بدون رهی بالا را به سوی پروردگار را تو باز کن به خاطر شکم سهرخرک بخیزی کو خیرت که آخی تو همو شیرچوی تو همو خراک تا آماده میکنه زند که بخی تورت که در کتک نمازی شب بخون در غیر رمضان خیستن مشکل هست اما برای هیچ شب خونه سوخته میخیزی و هم در رکعت اقلا نماز بخون پیش پروردگار دعا کن در حق اهل خاندانت در حق مسلمانان در حق دیار دعا کن که خدای تعالی فیض برکات چه زیاده بگردونه ای یاوه هر جایی وقت است که بازایی بنگر سوی حلوایی تو چند طلبی حلوا ای یاوه هر جایی ای سگلدکی که هر سمه گردی لاق اومدن چی؟ رجوع کو به سوی رحمت پروردگار
بنگر سوی حلوایی را نگاه کن. توکت تاولو طلب میکنی. هیچ نوری پروردگار در این ماه در زمین میریزه فرو. رحمت پروردگار در زمین میریزه. تو در طلب الله باش، توکت در طلب همین دنیا میگردی. حلوایی گفته اکا حضرت مولوی پروردگار متعال در نظر داره. توکت میگه تا پشت حلوا میگردی. در خبر است میگه یک زنی در تاریخ گذشته است با نام ربیعه عدویه. بسیار یک زنه